یک سوال دیگه بسیار جالب است و اگر اجازه بدین به لحن خود سوال کننده من این سوال پرسان کنم که دوست عزیز متوجه شود که من سوال خودش نقل قول میکنم. یکی از دوستا که ماشاءالله صفحه‌ش هم خوب فالوور زیاد داره، دنبال کننده داره، در زیر یکی از کلیپ ها پیام مونده بود، کامنت مونده بود که قمر زمین سوراخ کرده. چی ضرور است که قدر چای آب عفر میکنه؟ یک سوال بسیار جالب. هیچ بنیاد می تا این اندازه به این اندازه چای آب عفر نکرده که بنیاد قمر کرده. سوال بسیار خوب است که تقریبا از 300 فکر میکنم چیزی کم 400 چا تا هنوز به مردم ارائه شده. 1000 شود. بله انشالله. و این امرش تا یک حد من راضی استم که باید زمین ما باید کوشش کنیم که آب سر زمین استفاده کنیم و زیر زمین بمانیم. لیکن متاسفانه افغانستان انفراستراکچر نداره که ما بتونیم آب سر زمین زیاد استفاده کنیم. کل مثلا آبای ما میره طرف ایران و پاکستان، او فیلترینگ سیستم نداریم و نمیتونیم رو جور کنیم، به خاطر که به یک خانواده، به یک قریه در کابل یا بالا در هر جای در بغلان، در بدخشان، در جایی که میگی در پنجشیر آب نیاز است. حالا ما چطور میتونم باید یک بنیاد خرد یک فیلترینگ سیستم با او ولایت جور کنم، باز پایپ دوانی کنم، از ولایت از آب بالا کنم و زیر این واسه توان ما نیست. در جایی که هست او کار ما کردیم. مثلا ما در ولایتایی که مثلا آب در یک چینه بوده تقریبا 2-3 کیلومتر او را پایپ دوانی کردیم تا به قریه آب بیاریم. از دست مجبوریت ما آب مثلا زمین سوراخ میکنیم و آبش میکشیم، به خاطر که دیگه انتخاب در دست ما نیست. مردم اگر این کار نکنیم آب صحی را ندارن، 1 میلیون مریضی ها روبرو میشن، مشکلات هایجین است، مشکلات اشتکاست. شما میبینین که مثلا پیدیاتریک مشکلات در افغانستان چقدر است. به می خاطر این ما خودم به این رضایت ندارم، لیکن از مجبوریت این کارا میکنیم و کوشش میکنیم که از 4 ما مثلا بزنیم که بتون تا 25 سال عمر داشته باشه و مردم ببینن که واقعا چای که ما تانوس افریقا دیم و او دوجا آب تانوز هم از 3 سال پیش امروز میده میتونن. یعنی ما همراهش 100% راضی هستم که کار درست نیست، لیکن از دست مجبوریت ما این کارو میکنیم. و در مناطق ما هم چیزی میخوایم اضافه کنیم. مناطقی که ما رفتیم خانواده‌ای بود که 1 ساعت منزل میکردن آب میآوردن. بله.